امروز میخوایم با هم بریم سراغ یکی از خوشمزه ترین و مقوی ترین غذای ایرانی برای صبحونه، حلیم. روی حلیم روغن زرد محلی، شیره انگور و کنجد و دارچین ریختم که طعمشو چند برابر لذیذتر میکنه. بیایم با هم یه حلیم کشدار و خوش‌عطر درست کنیم که همه عاشقش بشن. روی گندمی که از شب قبل خیس کردین آب بریزید و بذارید بپزه. گندم رو هر 1 ساعت یک بار هم بزنید تا ته نگیره. بعد از پخت با گوشت‌پوپق کاملا پوره کنید. گندمتون کاملا باید صاف و یک دست باشه. نمک، دارچین و گوشت رو به حلیم اضافه می‌کنیم. برای پختن گوشت حتما از چوب دارچین و پیاز فراوون استفاده کنید. حالا 1 قاشق روغن مایه اضافه کنید و دوباره هم بزنید. حلیم رو روی گاز بذارید و به صورت هفتش هم بزنید. راز کشدار شدن حلیم به همین مدل هم زدن هستش. حلیم خوشمزه‌مون آماده است. اگه دوست داشتین با لایک و سابسکرایب کانالم رو حمایت کنید. نوش جان.